در شهر دوشنبه در یک همایش اقتصادی از جمله همکاری‌های بانک‌های تاجیکستان با بانک رشد جمهوری مردمی چین بررسی شد. در این همایش که روز 1 سپتامبر تحت عنوان همکاری‌های مالیوی و رشد بخش‌های واقعی اقتصادیات صورت گرفت، گفتند که امانت بانک یکی از بانک‌های بزرگ دولتی تاجیکستان برای اجرای طرح‌های گوناگون اقتصادی و دادن قرض به صاحبکاران تاجیک از بانک‌های چین 42 میلیون دلار قرض با امتیاز گرفته است و برنامه‌های دیگری کمکی نیز در پیش بودند. پاگو در حضور پرزیدنت کشورمون در پکین سازشنامه در اویدی ساختمانی بینای پایزیرزمانی امانت بانک در خیابان مرکزی شهرمون به امضا میرسد با مبلغ 18 میلیون دلار آمریکایی و ما نیت داریم که اینچنین در حرکت داریم که باز 20 میلیون دلار آمریکایی برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات کشورمون نیز جلب نماییم. پیشتر از این نشست مقامات تاجیکستان گفتند با بانک ملی چین قراردادی را درباره معامله با اصول سواب به امضا میرسانند که امکان می‌دهد همکاری بانک‌های تاجیکستان با مؤسسه‌های مالی چین زیادتر شود. معاملات تاجیکستان با چین در حال زیاد می شود که ارزش سامانی در برابر دلار آمریکایی پایین‌تر آمده است و سرعت رشد اقتصاد کشور سست‌تر می شود. صحبت امروزه هم در همین باره است و با همکارم عبدالله اشور. عبدالله، اول می گفتی که معامله با اصول سواب بین بانک‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ عملیات سواب یک سازشنامه ویژه بین بانک ملی تاجیکستان و بانک مردمی چین خواهد بود. این عملیات واقعا در فضای کشورهای پساشوروی واقعا نادر است، چون که امکان می‌دهد به واسطه اسعار ملی تاجیکستان سامانی با یوان تبادل شود بدون دلار. تا به حال کل واردات تاجیکستان از چین توسط دلار آمریکایی صورت می‌گرفت و در این اواخر چون قیمت دلار آمریکایی در بازار ارز تاجیکستان یک بار جهید، ضرورتی به واسطه مبادله کردن سامانی و یوان به وجود آمد. از این رو تاجیکستان در سیمای بانک ملی تاجیکستان منفعت دار است که سامانی به واسطه با پول ملی چین یعنی یوان تبادل شود و تاجران ما توانند بدون خرید دلار سامانی را با یوان عوض کنند و با این اسعار رفته از بازارهای چین به تاجیکستان مال وارد کنند. و محض چرا در همین زمان تصمیم گرفتند که معاملات سواب را به راه مانند؟ تاجیکستان در این شب و روز برای به امضا رساندن این سازشنامه با بانک مردمی چین نهایت احتیاجمند است، چون که در این شب و روز طور میدانیم قیمت دلار آمریکایی نهایت بالا رفته است و ظاهرا بانک ملی تاجیکستان دیگر قادر نیست جلوی قرب دلار را بگیرد. در این شب و روز حالا در نقطه های صرافی و عموما بازار واقعی قیمت 100 دلار آمریکایی تا به 671-673 سامانی رسیده است و احتمال دارد در آینده نزدیک باز بالا رود. اما در صورت امضا شدن این سازشنامه یعنی سازشنامه سواب بین بانک ملی تاجیکستان و بانک مردمی چین، احتمال دارد یک مقدار قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان پایین برود و یا حداقل قربش از این دیگر به بالا نرود، چون که تاجران که اساساً به دلار نیاز داشتن آنها محض دلار را در بازار ارز تاجیکستان خریداری کرده به چین میرفتن و از آنجا با دلار محصولات وارد تاجیکستان میکردند. در صورتی که آنها امکان پیدا کنند سامانی خود را به یوان چین عوض کنند و با اسعار چین از آن کشور به تاجیکستان مال وارد کنند، ضرورت برای خریداری دلار کمتر می شود و البته این به قرب آن هم همزمان تاثیر خواهد کرد. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.